بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله و اصحابه و من والاه. من برادرگوهارم و هر کسی که این برنامه چارگن برنامه بلوچی دیوان عرض ادب و سلام هستن خدمت تمام ملت بلوچ و از الله سبحانه و تعالی لطفاً که هر جا که هسته سلامت و تندرست ببید. حقیقت امرش این که خیلی از من دوست و احباب و رفیق و بیننده از منش لوتد که این برنامه به زبان فارسی ارائه بدون تا تمام کسانی که این برنامه چارگند بتونند استفاده ببره. من هم حقیقت امر تلاش و کوشش و هنچوش که پیش را گشت ایش این که از یک لهجه استفاده بکنم که حتی همه فارسی زبانی که برنامه چارگین متوجه منی خبرم ببید و از الله سبحانه و تعالی الوتون که به هر حال ما را توفیق بداد که بتونن با زبان ساده با زبان روان آن مطلبی که مورد رضای الله سبحانه و تعالی به تمامیو برسوننی، چه بلوچ زبان ببید و چه غیر بلوچ زبان یا همه فارسی زبان های عزیز. به هر حال وارد بحث بین البته که یک مقداری از این دنیای پر زرق و برق رد ببین و بچارن که در یک دنیای دیگر در یک عالم دیگر قرارن که چه اتفاقات به ما بکفید. انسان و بشر چه که در این دنیا زندگی کن 20 سال 30 سال 100 سال 150 سال بیشتر که نه، نهایت ما مرگی و بعد از مرگ یک زندگی جاودانی هستیم، یا آخرتی هستیم. ما به عنوان مسلمان ایمان و اعتقاد نه که آخرت وجودی حقی. ما هر عملی که انجام بده، هر کاری که در این دنیا بکنه، الله سبحانه و تعالی قیامت روچا ما را مورد محاسبه قرار داد. مروج ما را اختیار ها، ما را توانایی هستیم که از بین خیر و شر یکی انتخاب کنیم، از بین اسلام و کفر یکی انتخاب کنیم. الله سبحانه و تعالی می راه نجاتی در کلام فد یعنی در قرآن کریم ایر کده. الله سبحانه و تعالی به عنوان می خالق، می پیدا کنوگ، ما و شما را با اطاعت از قرآن و سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امر کده و این امر کنگ الله سبحانه و تعالی به خاطر چین؟ به خاطر ایشین که ما راه صحیحی که نهایتی در قیامت روچا به سمت بهشت بید راه ها ما پیدا بکنین، همه راه ها ما برین و رستگار ببین. ما فکر مکنین که الله سبحانه و تعالی ما را در این دنیا هنچو خلق کده که هر کار دل علوتید انجام بدون و آخر هم هیچ حساب کتاب نی. نه خیر. الله سبحانه و تعالی هنچوش که ما را خلق کده، هنچوش که ما را اختیار داده، قیامت روچا ما را مورد محاسبه قرار داد. از ما حساب کتاب پس گیر. الله سبحانه و تعالی در آروج ظالم از مظلوم جدا کند. انسانی که صاحب مال و اموال بیده و افدی مال و اموالی اندوخته کده، نه فدی زکاتی داده، نه حج شده، نه نمازی وانته، نه الله عبادت کده، الله سبحانه و تعالی ایشی حسابات دیرا کند. گو انسان فقیره که فدی لوگا فدی گسا نگن شفی هم نیستن ولی الله عبادتا هر 5 وقت ادا کنگن.
شکر الله یا گازی نگین. الله سبحانه و تعالی این دویون حساب کتاب از هم جدا کرد. دنیا دار ابتلاین و آخرت دار جزاین. او دو مافدی پاداشو نگره، او دو مافدی نتیجه عملا اگنده. در جلسه قبل من خدمت شما بلوچون، خدمت شما برادوگوهار و منیو عرض کو که خیلی متوجه مرکا ببید. این مرک وقتی که اکیت خبر نداد، نگشید که من در فلان ساعت آمدن و فدا آماده بکم، نگشید که تا در فدی لوگو فا گرا مرک که نه. این مرگ ممکنه هر لحظه سراغ ما بیاید. ما باید آماده همچین لحظه یا همیشه ببین، هر وقت ببین، هر لحظه ببین و از مرگا غافل مبین. کافیه که ما فدا عبرت بدیم به اشیا که بریم بچاره بدن مادن مردم طایفه که از دنیا شدگن، بریم بچاره قبرستان و که در چه حالت قرار گرفتگند. انسانی که صاحب مالی هسته، قصری هسته، زندگی هستد و ما یک وقتی هم آشنا دید و حسرت نوارته که بچارت فلانی ها ایک مال ها، ایک راج ها، ایک ای ها، ایک آی ها. انسان وقتی که از دنیا را برد بچارت که گفت دیگر را چی برد؟ بجز همان نمی که از اشیا موند چیز دیگه باقی بید؟ این انسان شو گفتی عملا شو. این عمل اگر عمل نیکیه، الله سبحانه و تعالی دستگیر یکم به عمل نیک. این عمل اگر عمل بدیه، الله سبحانه و تعالی دستگیر یکم به همه عمل بد. قبر لافا آخرتا از انسانا الله سبحانه و تعالی چوش حسابا نگیبد که مثلا فلانی ترا قصر مزنه بیده چنوخی بیاد داخل بهشت به. نه خیر. فلانی تا صاحب مال بیده چنوخی بیاد داخل بهشت به. نه خیر. بلکه الله سبحانه و تعالی غنیه با غنای جستکن که فلانی من ترا مال داد، تا آیا فدی مال زکات داد یا نه؟ ایش یکش عمل صالح. فلانی من ترا مال داد، تگو ای مالا کار خیر کو یا نه؟ هر چی که الله سبحانه و تعالی از نعمت در این دنیا ما را داده، ما را عنایت کده، الله سبحانه و تعالی قیامت ما را جستکن. حتی همه نعمت سلامتی. چه خیلی دقت بکند، خیلی مواظب ببید منی برادم، منی گهارم که فدی ایمانا، فدی آخرتا، فدی عقیده، فدی وجدانا به دنیا بها مکند. دنیا در فدی دستا بدارد، به هر حال دار حیات، دار زندگی شما باید زندگی بکند، امرار معاش بکند، فدی سالم بگازند، فدی روزگارم بگازند. لحاظه بلی در شما چند دسته، اما در دل فدی بیاد آخرت رو ایر کند. فدی دلیل آفا آخرت رو ایر بکند، محبت الله رو ایر بکند، محبت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو ایر بکند. وقتی که اذان بید الله اکبر، این دنیا که شما دسته، این دنیا مرگ کند، رهایی کند و برد به همان فدی دلیل رنده که چون که محبت الله، محبت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در اشیا جایی گرفته. دنیا هیچ وقت فدی دلا ایر مکند، دینا دستا ایر مکند. دین با در شما دلا ببید، دنیا با در شما دستا ببید. می خواهش از شما بلوچو ایشن که تا جایی که اتوند کوشش بکند فدی دینا خوب بزاند، فدی دینا در فدی قلبا، در فدی ذهنا، در فدی فکرا ایر بکند. و ایکه که باید غصه آخرت یا بورد، غصه دنیا مورد. این دنیا فانی عربت، آشه که هستنی، آشه که نیستنی، آشه که غنی، آشه که فقیر، آشه که حاکم، آشه که محکوم، آشه که قاضی، آشه که ملا، آشه که ولی، تمام برد. رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم از این دنیا اشو ماده که انک میت و انهم میتون. الله سبحانه و تعالی در حق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرماشه کن که تا از دنیا ره، تا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و صحابه و سلم از دنیا ره، باقی هم از دنیا ره.
چه خیلی حواسو ببید که فدی نمازو به این دنیای فانی بها مکند، فدی عبادتون به این دنیای فانی بها مکند، فدی ایمانا، فدی وجدانا، فدی عقیدا، فدی دینا، فدی اسلاما به این دنیای فانی بها مکند. این دنیا اگزی داره، آخرت باقیه. بیاین که هم دیگه در ادامه بحث هفته قبل یک حدیث خیلی مهمی ها با هم بررسی بکنیم. بچاره اینکه انسان با وقت قبض روح چه حالت اشیا دست داد، چه اتفاقی قرار این که به اشیا بکفید و اشی روح چطور قبض بید، انسان روح بشر روح چطور قبض بید. اشیا من در حدیث براء ابن عازب رضی الله تعالی عنه یک حدیث خیلی طولانی و مفصل در ای باب الوتون امشب خدمت شما اشیا من قرائت کنم بمانونی به طور مختصر و از الله سبحانه و تعالی الوتن که این حدیثا سبب تغییر در فکر ما، تغییر در وجدان ما، تغییر در زندگی ما به سمت خیر قرار بداد. با هم این حدیث اوانن و من هنچوش که تلاش کنم، کوشش کنم ان شاء الله تعالی که به زبان خیلی روان و ساده ببید که حتی ابراد و گهار فارسی زبانی که الوتید این حدیثا گوش بکن هم متوجه منی خبرم ببید و هدفم همیشه حديث شو شكايت كي عن براء بن عازب رضي الله تعالى عنه أجشيت كي خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة رجل من أنصار. فرماش کند که ما به همراه رسول الله صلی الله علیه و آله و اصحاب وسلم جنازه یکی از انصار رو برگردیم در قبرستان که دفن بکنیم. اگه شید ما جنازه برد و جنازه هم دفن کرد و دیدن که رسول الله صلی الله علیه و آله و اصحاب وسلم یک تکه دار دستنی و دگار پشتا یک نقشه کشه در همه جایگاه. ما هم اگه که منتظرین که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مطلب در ای جایگاه فرمایش کند. فرفع رأسه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فدی سر مبارکی برز کد فقال فرمایش کد که استعیذوا بالله من عذاب القبر، استعیذوا بالله من عذاب القبر، استعیذوا بالله من عذاب القبر. پناه ببرد به الله سبحانه و تعالی از عذاب قبر. 3 مرتبه یا 2 مرتبه رسول الله صلی الله علیه و آله و اصحاب و سلم این فرمایشی تکرار کو که پناه ببرد به الله سبحانه و تعالی از عذاب قبر. بعد از اشیا نحوه قبض روح انسان مؤمن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شرحی داد. انسان مؤمن یعنی انسانی که مطیع اوامر الله سبحانه و تعالی در این دنیا بیده. انسان مؤمن یعنی انسانی که با ایمان از این دنیا شده. انسان مؤمن انسانی که فکر و ذکر و همی تمام کسب رضای الله سبحانه و تعالی بیده. انسان مؤمن و با ایمان انسانی که الله سبحانه و تعالی حلالی حلال زنته، حرامی حرام زنته و پیرو سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بیده و همه راهی شده که نبی اکرم صلوات الله و سلامه علیه شده. همه راهی شده که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شده‌اند. همه راهی شده که تابعین و تبع تابعین و بهترین امت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم شده‌اند. ایش یکیش انسان مؤمن. حالا بچارت این انسان مؤمن روح چطور قبض بید در این حدیثا به این شکل کرد که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایش کن ان العبد المؤمن انسان مؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخره. انسان مؤمن وقتی که الوتی از دنیا جدا ببید و به سمت آخرت برفت، نزل الیه ملائکه من السماء
ملائکه و فرشته های از آسمان به وقت قبض روح ای انسان مؤمن از آسمان حاضر بند و اکوند. بیض الوجوه، ای چهره ای ملائکه که اکوند انسان مؤمن روحا قبض بکنند، چین چهرهش نورانیه، کأن وجوههم الشمس، ای چهرهش چو نورانیه که خورشید به چه شکل درخشان و نورانیه، به همه شکل و به همه صورت ایشون چهره هم نورانی و درخشانه. چه وقتی که انسان مؤمن روح الوتی قبض بید، ملائکه های از آسمان گو چهره های نورانی چو که روچا از آسمان نازل بند. معهم کفن من اکفان الجنه، بچارت این ملائکه وقتی که نازل بند ایشونی چه دستا چین کفنی از کفنهای بهشتن. هنچوش که ما این انسانی که الوتن قبری بکنن از یرنی در یک کفن سپیدنی یا اپیچنی، هنچوش هم ملائکه وقتی که از آسمان کن که این انسان مؤمن روح قبض بید، یک کفنش گونن از کفنهای جنت. این اولین بشارت به انسان مؤمن. اولین بشارت این که ملائکه با چهرههای نورانی کند، کفنش گونن از چه؟ کفنهای بهشت. و حنوت من حنوت الجنه، و خوشبویش گونن از خوشبوهای بهشت. هنچوش که ما میتا در کافور و در خوشبو اپیچن، هنچوش هم این ملائکان کفنی از کفنهای بهشتش گونن و خوشبویش گونن از خوشبوهای جنت. حتی یجلسو منه مد البصر، اکوان تا همه جایی که این انسانی که لوتی روی قبض بید، اکوان تا همودن ایشی محل دیده چما اکوان همودن حاضر بند. ثم یجیء ملک الموت، بعد از اشیا ملک الموت حاضر بید. حالا ای چه وقتی؟ ای وقتی که انسان مؤمن روح الوتی قبض بید. بچارت یک بار دیگه من این حالتا که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایش کردن تکرار کنم. انسان مؤمن روح وقتی که لوتی قبض بید، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایش کردن که ملائکه از آسمان با چهره‌های نورانی حاضر بند. این ملائکانی دستا چن کفن من اکفان الجنه، یک کفن از کفنهای بهشتن. و حنوت من حنوت الجنه، و خوشبوی از خوشبوهای بهشتن. اکوان تا آجایی که این انسان چم کارکن حاضر بند. ثم یجیء ملک الموت، بعد از اشیا ملک الموت حاضر بید. حتی یجلس عند رأسه، ملک الموت اکید هما ایشی سرای بنا اکید و انندید که چه؟ که ایشی روحا قبض کنن، این انسان مؤمن روحا قبض کنن. فیقول، ملک الموت علیه الصلاة والسلام فرمایش کند و خطاب کند این انسانی که الوتی روحی قبض بید: ایتها النفس الطیبه، ای روح پاک. بشارت، ای بشارت به انسان مؤمن، ای بشارت به انسانی که با ایمان از دنیا عرب. ایتها النفس الطیبه، ای روح پاک، ای روح پاک، ای روح با ایمان. اخرجی الى مغفرة من الله و رضوان، در بکف به سمت مغفرت و رضایت از جانب الله سبحانه و تعالی. فتخرج تسیل كما تسیل القطرة من فی السقا فیأخذها. سبحان الله. این وقتی که این روحش یک قبضه بید، وصف کند رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چوشن که یک استکونی لافا، یک لیونی لافا، چطور از همه آخره وقتی که سارتین یک قطره اکفید، این روح این انسان مؤمن هنچوش هم قبضه بید. یعنی شدتی ها، سختی هستنی، اما الله سبحانه و تعالی بهشی آسونی کند. پس روح انسان مؤمن به این شکل قبضه بید که ملک الموت در اود حاضر بید و اگشید: یا ایتها النفس الطیبه، ای روح پاک، اخرجی، در بکف به سمت چه؟ به سمت مغفرت و رضایت از جانب الله سبحانه و تعالی. یعنی الله سبحانه و تعالی از راضین. الله سبحانه و تعالی مروج که تی روح الوتی قبض بید تر مورد مغفرت فت قرار داده و به این شکل انسان مؤمن روح قبض بید. بعد از ایشیا که ملک الموت علیه السلام انسان مؤمن روح قبض کن، چه اتفاقی کفید؟ فاذا اخذها لم يدعوها في يده طرفة عين. گوره همه ملائکه که گویی کفن و بهشتی اودن حاضرن، از دست ملک الموت علیه السلام این روحا اگرند و زیرن در همه کفن اپیچند، کفن بهشتی ها.
و در همه خوشبو همه گرند و ای خوشبویی ای انسان مؤمن در اثر همیشه یا اگرشی تمام ای آسمان اگی و ای روحا برند به سمت آسمان ها قال فیسعدون بها فلا يمرون یعنی بها على ملع من الملائکه الا قالوا ما هذا الروح الطیب. این وقتی که انسان مؤمن روحا به سمت آسمان ابرند ملائکه هایی که در آسمان قرار گرفتگن جست کنن که این بوی فشکین که از دور پشتا مدنین فیقولون فلان ابن فلان گرا نمه اگرند که بل این روح فلانی ابن چین فلانی این به احسن اسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا به بهترین نمهایی که در دنیا این انسان مؤمنش مردم تواره کده به همان نم هم در آسمان ها ایشی نم هم گشگه بید حتی ینتهوا بها الى السماء الدنيا تا اینکه به آسمان دنیا این روح برند فیستفتحون له فیفتح لهم. این ملائکه از ملائکه هایی که در آسمانند الوتند که دروازه های آسمان باز بکنند و به این انسان مؤمن دروازه های آسمان باز بید و ارند تا ای که ارسند به آسمان هفتم در اون الله سبحانه و تعالی فرماشه کند اکتبوا کتاب عبدی فی الیین منی ای بنده مؤمنه نما در الیین بنویسید و اعیدوه الى الارض گرا اشیا به سمت دگارا ببرد زمینا ببرد فانی منها خلقتهم و فیها اعیدهم و منها اخرجهم تارة اخرى. بچا اشیا برد به سمت دگارا برد به سمت هما زمینا بچا که من ایشو از همه زمینا خلق کده و دو مرتبه همیشون هم انسان هم به همه زمین اترینون و بعد از اشیا دیگه دو مرتبه ایشون در آخرت زندگی کنون. همه به همه شکل به همه روش به همه صورت انسان مؤمن روح قبض بید. حالا شما فقط حساب بکشید انسانی که با ایمان از این دنیا شده انسانی که مطیع اوامر الله سبحانه و تعالی بیده ملائکه های نورانی به وقت قبض روح اشیا حاضر بند کفنی از کفنهای بهشتش گونن خوشبو از خوشبوهای بهشتش گونن وقتی هم که ملک الموت علیه السلام حاضر بید که اشی روح قبض کن فرماشه کن که در بکف به سمت مغفرت و رضایت از جانب الله سبحانه و تعالی. ای درو بشارتن از سوی ملائکه الله سبحانه و تعالی به ای انسان مؤمن. به وقت قبض روح سروران عزیز انسان تسلیمن هیچ کار انتون کن هیچ ملای هیچ شیخ هیچ فرد انتون که ایشیا نجات بده. چرا؟ چون الله سبحانه و تعالی به این انسان دیگه اجلی مقرر کده و هیچ چیز هم اجل دیما ندارید. وقت و زمانی که الله سبحانه و تعالی مقرر کده که این انسان از دنیا برد وقت و زمان آتکه و نه دکتر و نه ملا و نه رقیه خان و نه طبیب و هیچ کس نتون ایشی دیما بدارید. ادو انسان تسلیمن ادو انسان فدن و فدی عمل صالح فدن و فدی همه کارهایی که در این دنیا انجام داده اگر عملی نیک بیده اگر الله عبادتی کده اگر نمازی مونته اگر روچک بیده اگر مالی بیده و شده فدی حجی ادا کده اگر مالی حسن و فدی زکاتی داده همیشه به یاد الله بیده حرام الله حرام زونته حلال الله حلال زونته این انسان به وقت قبض روح یک بشارت سراغ ایشیه کرد ما بچه فد از این نعمتو محروم بکنین. زمانی که انسان مؤمن روح الوتید قبض بید فرشته وقتی که حاضر بند در اون الله سبحانه و تعالی در یک آیه یا فرماشه کند که ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا کسانی که گشتش که می پروردگار الله هن افرادی که اقرارش کو بلا اله الا الله و عملش کو به مقتضیات لا اله الا الله ثم استقاموا و با ایمان با توحید از دنیا شدن به وقت قبض روحش چه اتفاقی کفید تتنزل علیهم الملائکه ملائکه از آسمان حاضر بند نازل بند الله سبحانه و تعالی فرماشه کند که
بشارت دادند ای ملائکه به ای انسان مؤمن به هنگام قبض روح الا تخافوا ولا تحزنوا، مترسد، اندوهگین مبد، و ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، و بشارت باد شما را به همان بهشتی که الله سبحانه و تعالی شما را وعده داده. بنابراین ای انسان مؤمن، ای انسانی که به یاد الله بیدگی، ای انسانی که مطیع اوامر الله بیدگی، ای انسانی که فقط از معصیت الله سبحانه و تعالی دیر کده، سراغ حرام نشدگی، سراغ ظلم نشدگی، مرتکب خطای اگر بیدگی توبه کده، استغفارت کده. انسان منی براد و گوهران اشتباه کند، خطا کند. طبیعت بشر همیشه که اصولا مرتکب اشتباه بید، مرتکب خطا بید، مرتکب گناه بید. مهمتر از اشیا چه؟ مهمتر از اشیا این که وقتی یک انسان مرتکب گناه بید، مرتکب معصیت بید، بعد از آشیا توبه بکن، بعد از آشیا بر بگردید و اصرار مکن بر آچا گناه ها. الله سبحانه و تعالی ذات توابه، ای گناه نبخشید، ای گناه معاف کن، به شرط اشیا که ما حق توبه ادا بکنین. ما علاقه به انجام معصیت و گناه مبید، ما را علاقه مبید به اشیا که بنندن از یک گناه یا لذت ببرین، بلکه اگر مرتکب گناه بیدن، مرتکب اشتباه بیدن، بر بگردن به سوی الله سبحانه و تعالی و در ذهن فت، در قلب فت بیاد بیارن همه روچه که قرارن که مرگ سراغ ما بیاید و در آروچ ما به چه سرنوشت دچار بیم. سکرات موت ما چطور بید، قبض روح ما چطور بید، کدوم فرشته به وقت قبض روح ما حاضر بند؟ آیا فرشته های رحمت یا فرشته های عذاب و عقاب؟ پس این شیوه قبض روح انسان مؤمن و چون انشاف یک مقدار با مشکلات فنی هم مواجه بیدگن، من به همه قدر اکتفا کنم، یعنی به قبض روح انسان مؤمن اکتفا کنم و ان شاء الله تعالی نوخه هفته قبض روح انسان کافر یا انسان فاسقه بر اساس همه حدیث برای ابن عاذب رضی الله تعالی عنه از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خدمت شما اشیا عنوان کنم. دوست و برادر عزیز که پیام راه میدهند از طریق فیسبوک شخصی من براد ستار، علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من هم عرض ادب و سلام هستم خدمت شما تمامی براد و گهاره که برنامه چارگن. دعا بکنید که الله سبحانه و تعالی از ما و شما قبول بکند. این برنامه ذخیره آخرت ما و شما بکن. این نشست و این جلسه و این دیوان که بین ما و شما توفیق الله بیده برقرار ببید، ایشو ان شاء الله تعالی سبب هدایت بکن، سبب تقویت ایمان من و شما بکن و ان شاء الله تعالی مشمع آخرت آباد ببید. اتاق فرمان، دوستان اتاق فرمان نمیدونم من چند دقیقه از وقتم رفته دیگه، فکر میکنم بله. خب بسیار، برنامه رو تمامش کنیم ان شاء الله، ادامه بحث رو بکشونیم به هفته آینده. خب من برادرگاران تا نوخه هفته ان شاء الله که در اودون قبض روح انسان کافر را الاتون عنوان بکنم بر اساس همه حدیث، تمامی شما را به الله سبحانه و تعالی سپارم، به تمامی ملت بلوچ دعای خیر کنیم و از الله سبحانه و تعالی الاتون که تمامی امت اسلامیه به طور عموم و ملت بلوچ در پناه فت حفظ بکن، مشکلاتش حل بکن، فقیرونش غنی بکن، غنیونش سخاوتمند بکن، مشکلات دنیوی و اخرویش حل بکن، مریضونش شفا بداد، زندانیونش آزاد بکن و از این فقر و فاقه و از این مشکلاتی که گریبانگیر امت اسلامی، گریبانگیر ملت بلوچ، الله سبحانه و تعالی ما و شما و تمامی و نجات بداد. بفت دعا بکنید، با ما هم دعا بکنید، دعای خیر و از الله سبحانه و تعالی بلوتید که ما و شما قلبا یکی بکن، محبت در مسیر محبت الله سبحانه و تعالی و محبت سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قرار بداد. منی آب براد و گهاره که سوادش هستیم،
من باز هم اصرار کنم خواهش کنم که کوشش بکنید حداقل هفته یک بار دو بار کتاب هایی که مرتبطن با عقیده شما، مرتبطن با دین شما، ایشون بوانت مطالعه بکنید. بچارت الله سبحانه و تعالی ما را چه امر کده، از ما چی لوته ده، ما باید چه کار بکنیم. کوشش بکنین که فدی زندگی رو هدفمند بکنین. دعا بکنین که این موج مخدراتی که در مجمع ملکون پخشن منتشرن، الله سبحانه و تعالی ریشه دیر بکن. جوانهایی که مبتلا بیدگن به مخدرات، مبتلا بیدگن به انواع فساد، الله سبحانه و تعالی ایشون نجات بداد و کوشش بکنن، ناامید مبید. من یکی از ما بلوچون برادون به من پیامی داده که چوکیا جنی هستن، زندگی هستنی، ولی مبتلا به مخدرات والعیاذ بالله. گرا از قلب فد هم مسکین پشیمانه، ولی کسی نه که ایشو کمک بکن، کسی نه که ایشو راهنمایی بکن، کسی نه که ایشو دلداری بداد. متاسفانه یک مشکل خیلی مزنی که هستین ایش این که اگر احیانا یک فرد مبتلا بیده به مخدرات، یک فرد مبتلا بیده به یک گناه، گشتر مردم ایشو ترد کنن به جای ایشیا که کمکی بکنن که مرگ بکن، کمکی بکنن که سراغ اینو فساد، سراغ اینو معصیت و مرض، یک گپای جنانتی که این فرد بیشتر مبتلا بی. این یک خطای خیلی مزن منی پدومودو مسترون و تمامی کسانی که به هر حال در جامعه، در ملکا، در به هر حال خانواده خدای نکرده افرادی هستند که مبتلا بیدگن به این مخدرات و به این معصیت ها. کوشش بکنید، تلاش بکنید که تشویقش بکنید به هر شکل ممکن که چه که مرگ بکنند. تشویقش بکنید به اشیا که بچارت این چیز سبب بیده چه تفری زندگی از دست بده. من والله وقتی که این می براد آت و فدی درد دلی گشت که چطور مبتلا بیده به این مخدرات و جن و چوک و زندگی هستنی و انا زند که چیکار بکن، من گشت بچه منی براد تب فکر بکن به فدی همه چوک کن، همه زه کن، ایشون گناه هسته. تا قیامت روچا در برابر ایشون مسئوله. الله سبحانه و تعالی تر نعمت داده که مرو ترا چوک ها. الله سبحانه و تعالی تر نعمت داده که مرو ترا یک جنین در آلوگا هستند. والله بازین از اشیا همچند محرومن. بچا فدی این نعمت خدا دادی و تا نچاره و به فدی هوا و هوسا دقت مکنه. تا فدی وجدان همیشه خطاب بکن، بگش که درسته که من فقیرم، درسته که منی دست تنگه، ولی آیا منی فقیری، منی دست تنگی باید منجر به اشیا بید که من برو تریاک بکشم، که من برو یک عمل زشت مرتکب ببم، که من برو معصیت الله یا بکنم فدی آخرت من بسوچینم، فدی دنیا هم من برباد بدم. نباید چوش ببید. بلوچ ملت مقاومه بیده، ملت قویه بیده، ملت بیده که تن به فساد و معصیت نداده، ملت بیده که حاضر بیده که شدیگی ها بکشید، شدیگی ها بکشید، تنگ دستی ها تحمل بکن، ولی فدی جسمی به مخدرات نداده، فدی ایمانی به گناه و معصیت و حرام نداده. اما مروچ ای ابتلا اگرچه بازی دلیل هستند که ما جوان، ما مردم، ما بلوچ والعیاذ بالله مبتلا بگن به مخدرات، ولی کوشش بکنید که فد از فد همت به خرج بده. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. الله سبحانه و تعالی هنچوش حالت هیچ قوم یا عوض نکن تا قوم فد اراده مکن. به خاطر همیشه ما را اختیار داده، به خاطر همیشه ما را این عقل، این نعمت مزن عقل الله سبحانه و تعالی در اختیار مای قرار کرده. لذا کوشش بکنید که اگر در مجمع جامعه در بلوچستان، در بین بلوچون یکی مبتلا به یک گناه، یکی مبتلا به یک معصیت، ایشیا مجنید، ایشیا بدتر مکنید، بلکه
به دنبال راهکار ببید که چطور ایشی از این مصیبت رو در بکشد. دسته بگیرید، کمکی بکنید. ایشی به شما نیازی ها، ای به شما محتاجن مروج، به شما که برادری، به شما که دوستی، به شما که راجی، به شما که همقومی، ایشی بتا نیازی است. کمکی بکن. بچه مشکلی چین گوشی ها بنن گپه بش کن و در صدد حل این مشکل ها ببین. ما به این شکل اتونیم فدی ملت ها، فدی قوم ها، فدی راجا، فدی بلوچ از ایک فساد و فحشا نجات بده. با چه؟ با حکمت، با مدارا، با نندک، با ایشونی گپه گوش کنک، با راهکارهای عملی بیار ارائه بدن که بتونه ایشون از این بنبستون در بگیجن و بیان وارد جامعه، وارد یک محیط سالم بن و زندگی بکنن. به جای ایشون که اسباب بدبختی و شقاوت قلب ایشون ما بیشتر بکنه، بیان اسباب سعادت و خوشبختی ایشون به اجتماع فراهم بکنه و تحمل بکنه. هیچ کاری هم در عرض یک 24 ساعت انجام نگیب. یک تمام مثال وقت برد، زمان برد، حوصله بکا، صبری بکا. باز این چیز ما باید تحمل بکنین. ما باید باز این چیز باید از آشیا گذشت بکنین تا یک قوم و یک ملت شر ببید، اصلاح ببید و اصلاح هنچوش هم نید. لحاظا این منی توصیه هم خارج از ایچه بحثا به تمامی ما پدومودم بر ایشیا که اگر احیانا در منطقه شما، در جایگاه شما یا در همه لوگی که هستید والعیاذ بالله کسی مبتلا از چوکون برادون نوهگ چوکون طایفه و خیشون به مخدرات یا به یک گناه ایشیا به همین آسانی ترک مکنید. لازم یعنی کوشش بکنید که با استفاده از عالم، با استفاده از آدمای صالح و نیکم ایشون به سمت نصیحت بیارد، ایشون به سمت مسجد بیارد. اگر که مالش نی کوشش بکنید جمع بکنید، کمکی بکنید و وظیفه که ما را هستند به عنوان بشر این وظیفه انجام بدین، به خوبی هم انجام بدین و بعد دعا بکنیم. هنچوش که این وظیفه فدی خوب انجام بدین، دعا بکنین که الله ایشیا هدایت بکن. هدایت در نهایت به دست الله سبحانه و تعالی. هنچوش که ما اسبابا به کار بریم که یکی از یک مشکل یا در بگیجین، هنچوش هم باید دعا بکنین که الله سبحانه و تعالی این مشکل آسان بکن و در قلب ایشیا نور هدایت جای بداد. الله سبحانه و تعالی شما را حفظ کنه. هر جا که هستید موفق، مؤید و تندرست بید. تا هفته دیگه شما را به الله سبحانه و تعالی سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.